سلام، من زینبم و اینجا خبرخوانده است. بریم ببینیم این هفته چه دیتاهای اقتصادی داریم و کدوم دیتاها قرار ما رو سورپرایز کنن. خب از اول هفته شروع کنم. ما امروز یه دیتای اقتصادی داشتیم که هفته گذشته بهش اشاره کرده بودیم. روز یکشنبه PMI در واقع تولیدی و خدمات چین رو داشتیم که تو هر دو تا قسمت پایین‌تر سطح انتظارات بودن، پایین‌تر از عدد قبلی بودن. دوباره چین اون مشکلات تولید و خدمات رو داره و مشکلات تولیدیش هنوز حل نشده، با توجه به اینکه همش هم داره سیاست‌های انبساطی در نظر میگیره، همش داره حمایت میکنه، اما همچنان تولیدش تو اون مرحله خوب قرار نگرفته. همونطور که میبینین توی نمودار هم مشخصه توی روند تقریبا سایدی قرار گرفتن. نسبت به ماه گذشته این عدد پایین‌تر اومده و انتظار میرفت که حالا عدد بالاتر منتشر بشه، چون ماه گذشته عدد خوب رشد کرده بود. توی قسمت خدمات هم باز ما همین داستان داشتیم. عدد به سمت پایینه، یعنی روندش به سمت پایینه و باز هم پایین‌تر از عدد قبلی اومده که خیلی مطلوب نیستش. یعنی این خبر میتونه روی دلار استرالیا تاثیر بذاره و دوباره باعث بشه که این در واقع گمانه ها به وجود بیاد که آیا قراره که چین وضع تولیدش خوب بشه یا اینکه نه، همچنان میخواد به همین روند ادامه بده. یک ماه خوبن، یک ماه بدن و این باعث میشه که روند شکل بگیره. پس احتمالاً این یه تاثیر کمی تو روز دوشنبه که فردا هست و بازار باز میشه روی دلار استرالیا داشته باشه. اما قبل از اینکه اخبار رو شروع کنیم از روز دوشنبه، یه مطلبی که هفته گذشته پیش اومد بحث تعطیلی دولت آمریکا بود که توی گروه هم راجع بهش صحبت کردیم. همونطور که میدونید وقتی دولت از یه بودجه بیشتر خرج بکنه باید در واقع کنگره اجازه اونو بده و فعلا روی این جور مسائل آمریکا با هم درگیر هستن. توی دولت آقای ترامپ هم همچین مسئله‌ای به وجود اومد، دولت تعطیل شد چند روز و الان هم احتمال داره که این اتفاق بیفته. اگر که این اتفاق بیفته همه ادارات دولتی تعطیل میشن. پس وقتی این دیتاها رو داریم با هم بررسی میکنیم کسی نیستش که این دیتاها رو منتشر بکنه، چون همه ادارات دولتی تعطیل هستن و اینکه این دیتاها این هفته منتشر بشن یا نشن منوط بر این هستش که دولت آمریکا تعطیل بشه یا نشه. در واقع دیتاهایی که برای آمریکا هستش و اگر که دولت آمریکا تعطیل بشه این دیتاها منتشر نمیشن و بازار توی یک حالت تقریبا میتونیم بگیم بی جهتی پیش میره، چون معلوم نیست که دیتا چی هستش، مخصوصا که این هفته ما NFP داریم و در کل حواستون به این قضیه باشه. پس اگر دولت تعطیل شد توی آمریکا انتظار منتشر شدن دیتاهاشون نداشته باشید. بریم از روز دوشنبه شروع کنیم که تعطیلی بانک‌های استرالیا، چین و کانادا رو داریم. فقط آمریکا بازه و آمریکا هم 2 خبر داره. اولین خبرش PMI قسمت تولیدی هستش که مؤسسه ISM منتشر میکنه. پیش بینی ها بالاتر از عدد قبلی هستش. بریم گزارشش رو ببینیم با هم. این گزارش ماه گذشتهش هست که خب وضعیت نسبتا خوبی داشته، از عدد قبلی بالاتر اومد. این گزارش توی قسمت سفارشات یکم عدد کم بود ولی خیلی جای نگرانی نیست چون -0.5 بود. توی قسمت تولید مثبت 1.7 ما افزایش داشتیم، توی اشتغال افزایش داشتیم، توی بحث موجودی ها کاهش داشتیم و توی قیمت هم افزایش داشتیم. در کل این گزارش واسه ماه پیش خوب بود. انتظار میره این روند رو همچنان ادامه بدن. در کنارش بیایم خدمات هم بررسی کنیم، چون خدمات هم این هفته بالاخره منتشر میشه چند روز دیگه، به فاصله چند روز بعد از دوشنبه. توی قسمت خدمات هم ما باز افزایش داشتیم نسبت به حالا ماه قبلیش، مثبت 1.8 هم افزایشی بوده. توی قسمت فعالیت شرکت ها افزایش داشتیم، سفارشات جدید افزایش داشتیم، اشتغال هم وضعیتش خوب بوده و توی قیمت ها هم باز افزایش داشتیم. در کل این گزارش هم گزارش مطلوبی بود، نشون میداد که خیلی فعلا اون کند شدن رشد اقتصادی یه مقدار شاید به تعویق بیفته و اون داستان فرود نرم و با این PMI میگفتن که احتمالاً اتفاق بیفته. اما باید ببینیم این هفته چی کار میکنه این PMI. اگر که حالا از عدد قبلی و از عدد پیش بینی بالاتر منتشر بشه، چه تو قسمت تولید چه تو قسمت خدمات، خیلی خوب هستش و چون این 2 گزارش با هم منتشر نمیشن و به فاصله حالا چند روز از هم هستن، 2 روز تقریبا با هم فاصله دارن، به خاطر همین وقتی تولید منتشر میشه اگر که عددش بالاتر سطح انتظارات باشه میتونه که دلار رو قوی بکنه و اگر که حالا پایینتر باشه که دوباره همون سناریویی که آیا واقعا فرود نرم اتفاق میفته یا نه میتونه پیش بیاره.
خبر دوم در واقع سخنرانی آقای پاول هستش که ساعت 6:30 روز دوشنبه سخنرانی دارن ایشون. باز با توجه به تعطیلی دولت آمریکا معلوم نیستش که سخنرانی انجام بدن ندن، باز این یه مقداری توی حدس و گمان همچنان، ولی آقای پاول هم میتونه سری نکاتی رو دوباره راجع به بازار بهمون بده. احتمال اینکه حرفای تکراری بزنه خیلی زیاده، مگر اینکه بخواد به بازار جهتی بده. بریم برای روز سه‌شنبه. روز سه‌شنبه همچنان بانک‌های آلمان و چین تعطیل هستن، اما صبح روز سه‌شنبه ما کش ریت استرالیا رو داریم. بریم وضعیتشون اول با هم ببینیم. خب این وضعیت نرخ بهرهشون هستش، 3 بار تا حالا پاز دادن، احتمال پاز دوباره اینجا هستش. وضعیت استرالیا خیلی فعلا میگم به چین وابسته هستش، به بحث تولیدش. اگر چین وضعیتش مناسب بشه، احتمال اینکه استرالیا هم از نظر جی دی پی و رشد اقتصادی توی حالا سطح‌های بالایی قرار بگیره خیلی زیاد هست. به خاطر همین نمیخوان که فعلا با افزایش نرخ بهره یه مقداری ریسک رکود رو زیاد بکنن. بریم با هم تورمشون هم ببینیم. همونطور هم که توی این گزارش مشخصه، اینا تورمشون یه مدتیه که بالا موده، رو عدد 6 فیکس شده و فعلا خیلی پایین نیومده. این نرخ تورمش هستش و توی سی پی آی یه مقدار عدد پایین تر، فکر کنم 54 باشه. ولی در کل با این نرخ بهره که افزایش شدن و توی این محدوده 4.1 که هستن، فعلا نمیخوان کاری انجام بدن، منتظرن تورم یه مقدار یا خودش بیاد پایین‌تر، یا اینکه منتظرن ببینن چین چی کار میکنه که اگر از اون نظر توی رکود فرو نمیرن، پس بیان دوباره حالا نرخ بهره رو افزایش بدن. فعلا واسهشون پیش بینی نمیشه، اما توی این جلسه هم بخوان خیلی کار خاصی بکنن، مگر اینکه بیان یه بیانیه خیلی هاوکیشی بدن که دوبار فکر کنم 1 بار یا 2 بار این کارو انجام دادن و گفتن ما سیاست انقباضی دوباره ادامه میدیم و اینا، ولی بازار جدیشون نگرفته. توی ادامه روز ما سی پی آی ماهانه سوئیس رو داریم که عدد از عدد قبلی انتظار میره پایین‌تر باشه. همونطور که میبینین کلا سوئیس یه وضعیت خوبی رو داره، یه نرخ بهره های افزایش داد، با توجه به اینکه تورمش هم اونقدر بالا نرفت، نسبت به خودش بالا رفته ولی اونقدر مثل بقیه کشورها بالا نبود، یه مقداری بهتر تونست این قضیه رو کنترل بکنه. توی جلسه قبلی خودشون هم باز کاهش داد، در واقع پاز دادن نرخ بهرهشون و خبری از افزایش نبود و فعلا انتظار میره که این نرخ تورمشون و سی پی آیشون پایین‌تر از حد قبلی بیاد. اگر که عدد باز پایین‌تر منتشر بشه، پایین‌تر از انتظارات یا در حد انتظارات، میتونه یکم حالا در واقع فرانکو ضعیف بکنه. اما اگر که عدد بالاتر منتشر بشه، دوباره احتمال میره که توی جلسه بعدی بخوان نرخ بهره افزایش بدن و به خاطر همین میتونه که فرانک رشد داشته باشه. توی ادامه روز دیتای جاب اوپنینگ آمریکا رو داریم با هم. عدد نسبت به عدد قبلی که منتشر شده، عدد پیش بینی خیلی فرقی نداره و انتظار میره که این عدد هم تو همین محدوده ها منتشر بشه. فعلا اگر فرصت های شغلی یک مقداری آروم بگیرن، ما میتونیم از این برداشت بکنیم که آیا قراره که توی بازار اشتغال ضعف رو ببینیم یا نه، مخصوصا که این هفته هم ADP داریم هم NFP داریم. اگر که توی فرصت های شغلی ما یه استاپی ببینیم یا حداقل خیلی افزایش نبینیم و یه مقداری در واقع توی قسمت های مختلف ببینیم که این فرصت‌های شغلی ثابت شدن، فیکس موندن، میتونه بهمون کمک بکنه که در واقع بگیم که آیا ADP قرار پایین‌تر بیاد یا نه. در کل یه وایبی رو بهمون میده که بازار کار وضعیتش چجوریه. قسمت فرصت‌های شغلی در واقع میشه قسمت عرضمون و اون سمتی که ما نیروی کار داریم میشه قسمت تقاضامون. اگر عرضه یک مقداری هم آروم بگیره، اون قسمت تقاضا بالا نمیره و یک مقداری تعادل این وسط ممکنه که به وجود بیاد. در حال حاضر فعلا فد هم باز دنبال این هستش که در واقع ضعف رو توی بازار اشتغال ببینه، به خاطر همین منتظر ADP پایین‌تر از حد انتظار و NFP پایین‌تر هستیم واسه در واقع این هفته. اما باید ببینیم که چی میشه. کلا فرصت‌های شغلی وقتی نگاه می‌کنین، فقط حواستون به این باشه که نسبت به ماهای گذشتهش چجوری بوده و اگر خیلی عدد عجیب غریب بیاد، یعنی سورپرایز کننده باشه، از این عدد خیلی کمتر خیلی بیشتر باشه، میتونه که به بازار حالا جهت بده. اگر که خیلی بیشتر باشه، این نشون میده که نه، بازار اشتغال همچنان قویه و احتمالی که حالا NFP بالاتر بیاد زیاده و به خاطر همین میتونه که دلار رو یک مقداری قوی بکنه. اما اگر عدد تو همین محدوده ها بیاد، خیلی شاید تأثیری نذاره. بریم برای روز چهارشنبه که باز تعطیلی چین رو داریم، تعطیلی بانک های چین رو داریم و نیوزلند سر صبح در واقع افزایش تعیین نرخ بهره داره، احتمال داره که افزایش بده یا نده. در هر صورت واسش پاز گزارش میشه
چون ماهای گذشته هم اینا گفتن که ما پاز میدیم و اینا فعلا تو همین محدوده موندن و خیلی کار خاصی نکردن. 2-3 باری که پاز دادن، از همون اول که پاز دادن گفتن که ما سیاست‌های انقباضی حالا نمیخوایم ادامه بدیم. فعلا توی این محدوده ها هستن. حتی مثلا فورکستش هم خیلی عدد خاصی نیست و احتمال میره که تا آخر سال هم اینا همینجوری تو حالت پاز باشن، مگر این که بخوان دوباره بیانیه هاکیش بدن که احتمالاً بازار باز خیلی جدیشون نگیره، چون فعلا 3 بار پشت همی که پاز دادن و همه میدونن که احتمال اینکه افزایش نرخ بهره صورت بگیره کمتر هستش. همه منتظرن تقریبا. توی ادامه روز خانم لاگارد سخنرانی داره، اونم 2 بار توی 2 تایم مختلف و جلسه اوپک رو داریم. در واقع جلسه نیست، این گزارش جلسه قبلی هستش که اگر نکته چیزی توش باشه ممکنه که اهمیت پیدا کنه، اما باز خیلی شاید رو بازار تاثیر نذاره. مهمترین خبر روز چهارشنبه ADP و PMI قسمت سرویس هستش. ADP نسبت به عدد قبلی انتظار میره که پایین‌تر بیاد، اما بریم با هم ببینیم گزارششو. خب همونطور که توی گزارش معلومه این عدد یه روند رو به رشدی داشته کلاً، مثلا حالا توی قسمت‌های مختلف هم که مشاهده می‌کنیم این روند فعلا توی حالت ساید و یکم نسبتاً رو به بالای قرار گرفته. توی قسمت‌های مختلف چیزی که برام اهمیت داره، توی ماه گذشته تولید افزایش داشته که یکم باعث شد که به نظرم وضعیت تولید بهتر بشه و توی قسمت اینفورمیشن ما افزایش داشتیم، اما توی قسمت فاینانشال عدد تغییراتی نداشته. اما در کل گزارش که نگاه میکنین کل اعداد در واقع افزایشی بودن، افزایششون ولی مقدار کمی بوده، یعنی اونقدر شدید نبوده و یک مقداری ADP شاید اگر پایین تر بیاد بتونه این انتظارات رو برای NFP روز جمعهش بیاره که احتمال اینکه NFP هم پایین تر بیاد هستش. اما این به این منظور نیستش که دوباره باز هم میگم به این منظور نیستش که این دوتا به هم مربوط هستن و اگر ADP پایین بیاد NFP حتما پایین بیاد. این فقط انتظارات رو میبره براش بالا. PMI سرویس هم که خدمتتون توضیح دادم وضعیتش چجوریه. انتظار میره عدد حالا یکم پایینتر منتشر بشه با توجه به وضعیتی که توی CPI خدمات هم میبینیم. یه مقداری دیتای حالا قبلی بهتر بود، اگر که خب بهتر منتشر بشه که نشون میده که رشد اقتصادی خوب هستش، اما با توجه به شرایط کلا یه حالت تقریبا میتونم بگم وسط ناکجا آباد، احتمال اینکه همه دیتاها یه حالت سایدی به خودشون بگیرن تا تصمیم بعدی خیلی بیشتر هستش. روز پنجشنبه باز تعطیلی بانک‌های چین داریم، هم پنجشنبه هم جمعه کل این هفته تعطیلن اینا و فقط خبر مهمی که واسه یه روز پنجشنبه ما داریم بحث PMI پوند هستش. یه PMI منتشر میکنن که این عدد حالا نسبت به PMI S&P گلوبال خیلی اونقدر اهمیتی واسه شون نداره، اما باز هم با همین بررسی انجام بدین. همونطور هم که میبینین اینا هم باز توی روند ساید به سمت پایینی هستن، انتظار نمیره که خیلی روی پوند تأثیری بذاره این. و دومین خبری که داریم بحث مدعیان بیکاری هفتگیه که این مدعیان بیکاری هفتگی تو هفته گذشته یکم ازش بالاتر منتشر شد. هر چقدر این گزارش بالاتر منتشر بشه نشون میده که تعداد افرادی که بیکار هستن زیادتر شده. اگر فرصت‌های شغلی هم تکون نخوره تعدادش، احتمال میره که ضعف رو توی بازار کار ما ببینیم. بریم برای روز جمعه و روز NFP. همونطور که میدونین مهمترین خبر روز جمعه NFP هستش. در کنارش تغییرات اشتغال کانادا هم منتشر میشه. اول اون رو بررسی کنیم با هم. تغییرات اشتغال کانادا و نرخ بیکاریش توی همون ساعت منتشر میشه و انتظار میره اینا هم توی بازار کارشون یک ضعفی رو ببینن. اگر که توی قسمت حالا تغییرات اشتغالشون عدد پایینتر منتشر بشه و توی قسمت نرخ بیکاری عدد بالاتر منتشر بشه، خب خیلی بهتر هستش و این نشون میده که یک تعادل داره صورت میگیره و ممکنه که یک مقدار کدو قوی بکنه. اما در کل روز جمعه مهمترین خبر همچنان NFPه و NFP وقتی منتشر میشه باهاش دستمزدهای ساعتی و نرخ بیکاری هم منتشر میشن. دفعه پیش که NFP منتشر شد در واقع توی قسمت نرخ بیکاری ما افزایش داشتیم. عدد از حالا 3 و فکر میکنم 6 یا 7 بود شد 3 و 8. این سری انتظار میره عدد پایینتر منتشر بشه همونطور هم که میبینین
و تو NFP هم عدد یک کم از عدد قبلی یک کوچولو بالاتر بود، خیلی عدد چشمگیر نبود. حواستون باشه وقتی NFP منتشر میشه ممکنه راجع به حالا NFP قبلی یه تغییراتی، یه ریوایزی بخوره و یه تغییراتی توی سایت رخ بده که این همیشه حواستون باشه. انتظار میره که NFP این هفته از NFP در واقع ماه گذشته پایینتر منتشر بشه و دستمزدها یکم بالاتر منتشر بشه، چون توی CPI هم ما یکم حالا افزایش داشتیم. بریم گزارشش رو با هم ببینیم. همونطور که تو گزارشش مشخصه، همونطور هم که گفتم، نرخ بیکاری افزایشی بوده نسبت به ماه گذشته خودش. اگر تو همین محدوده ها بمونه یکم بهتر هستش، بالاتر منتشر بشه خب خیلی بهتره. و NFP هم نسبت به عدد قبلی خودش یک تغییرات خیلی کمی داشته که اگر باز همینم پایینتر منتشر بشه خوب هستش. در کل یکم روند رو به پایینی گرفته، ولی باز هم نمیتونیم بگیم خیلی روند خوبیه، چون چند ماه ما این حرکات رو میبینید دیگه، این چیزها رو میبینید که خیلی چند ماه یعنی عدد فضایی منتشر شد و بازار یک مقداری گیج کرد. در کل اگر که این سه تا دیتا حواستون باشه، چون سه تا دیتا با هم منتشر میشه، اگر توی یک جهت باشن میتونه تاثیر خوبی بذاره، چه حالا به سمت بالا چه به سمت پایین. اما اگر میکس باشن شما باید صبر بکنید که تاثیرش توی بازار بمونه و اون نوسانات انجام بشه و بازار بعدش جهتگیری کنه. از اونجایی که روز جمعه ساعت 4 هم منتشر میشه یک مقدار طول میکشه این اتفاق بیفته و اگر که حالا عددا یه مقدار قرقاتی باشن احتمال اینکه واسه هفته بعد هم یه اثراتیش بمونه هستش. در کل حواستون حالا به این سه تا دیتا باشه، مهمترین دیتاهای هفته هستن برای آمریکا، در صورتی که دولت تعطیل نشه و این دیتاها منتشر بشن. در غیر این صورت وضعیت یه مقداری تقریبا میتونم بگم یه ابهامی میمونه که گزارش بالاخره چی شد و باید منتظر موند، کاری نمیشه کرد. ولی در کل روز جمعه روز مهمی هستش. این هفته هم PMI داریم، هم 2 تا افزایش نرخ بهره داریم، 2 تا سخنرانی داریم از آقای پاول و خانم لاگارد و ADP و NFP داریم که قرار منتشر بشن. حواستون پس به دیتاها باشه. اگر که حالا توی قسمت NFP دستمزدهای ساعتی به سمت بالا حرکت کنه و حالا NFP پایین باشه یا هم محدودا باشه و در واقع نرخ بیکاری هم بالاتر باشه، باز دیتا میکس هستش. اما اگر که دستمزدها پایین باشه، NFP پایین باشه و نرخ بیکاری هم تو این محدودا باشه یا حتی پایین تر یکم، این باعث میشه که به دلار یه جهتی رو بده. در کل دلار با توجه به وضعیتی که الان داره یه دارایی امن به حساب میاد و چون طلا فعلا داره توی در واقع اصلاح خودش هستش و توی یه روند نزولی قرار گرفته، دلار فعلا هم دارای امن حساب میشه با توجه به شرایط رکودی، با توجه حتی به وضعیت آمریکا و تا حالا تکلیف این دولتش مشخص بشه و اینا. حواستون کلا به دیتاهاش هم باشه و حواستون به اخبار هم باشه. امیدوارم که هفته خوب و پرسودی رو داشته باشید.